مستی خود یار شد. ناگهان چشمش به آتش افتاد، آه کشداری برون داد از نهاد. گفت ای وای دلم اینجا کجاست؟ بلعجب جاییست گرچه آشناست. من که سردم نیست آتش کردن، این همه آدم چرا غش کردن؟ آمد از سوی حقیقت این ندا، ای معلم بنده خوب خدا. تو که دنیا آمدی در شعله ها، از چه میترسی؟ بعید است از شما. خسته ای از سوی برزخ آمدی، استراحت کن به دوزخ آمدی. ناله کرد و گفت آقای خدا، آتش دوزخ نصیبم شد چرا؟ من که عمری اهل دانش بودم، خیش را در راه آن فرسودم. هیچ حقی را نکردم پایمال، پشه را حتی نکندم پر و بال. نمره ها را 20 میدادم همه، باز میگفتند آقا کمه. یک فرشته داد پاسخ ای عزیز، از نگاه مست خود شبنم نریز. قصد ما هرگز مجازات تو نیست، دوزخی بودن مکافات تو نیست. تو به سوز و ساز عادت کرده ای، خون دل خوردی عبادت کرده ای. دوزخ و فردوس هر دو رحمت است، رحمت بی انتها بی منت است. تو خود ابراهیمی و بی ادعا، آتش دوزخ نسوزاند تو را. سوختی در شعله غیرت چو شمع، تا کنی روشن شب تاریک جمع. حیف باشد شعله ات گردد خموش، تا بمانی شعله ور دائم بکوش. بوده چون شغل شریفت اشتعال، در جهنم باش با آتش ببال. تا ز حسن خلق و رفتار شما، ای عزیز با محبت آشنا. حضرت زیبا بگیرد جای زشت، دوزخ سوزان شود عین بهشت. بسیار عالی. جا داره که یه سلام ویژه هم کنیم خدمت همه معلمین عزیز که جلوه های عشق و معرفت هستن، ولی بهشتی هستن. واقعا بهشتی هستن. حالا درسته که گفتن برید حتی معلمان که مثل بهشت. حتی معلمان که ماشاءالله وضعشون خیلی خوب شده. بله ماشاءالله خیلی وضعش خوبه. ماشاءالله که معلم هستن. بله یعنی معلمی هست ماشاءالله. تناز دیگه. خیلی ممنون آقای استاد، خیلی محبت کردیم، خیلی لذت بردیم و انشالله که همیشه طبعتون خلاصه گویا و روان و شعرهای طنزتون همیشه لبخند و روی لب مردم. بسیار عالی. شدم در خدمت شما. سلامت. فقط یه نکته که امروز به هر حال روز عید بود، خیلی